یک دقیقه. یک دقیقه. همگی یک دقیقه. آیا شما میدونید همین یک دقیقه چقدر ارزش دارد؟ چقدر قیمت دارد؟ نه؟ میدونم. هیچ کسی نمیتواند بگوید که یک دقیقه چقدر ارزش دارد، چند پول می ایستد. چون هیچ کسی تا امروز وقت را نخریده است و یا نفروخته است. هیچ کسی تا امروز حتی یک نفسی حیات را نخریده است. در این مورد میخواهم یک قصه را برای شما نقل کنم. پیرمردی که 90 سال داشت روز بر سر پیری بیمار می شود و از نفس گرفتن باز می ماند. او را فوراً به بیمارخانه انتقال می دهند و برایش نفسی صنعی می دهند. پس از یک دقیقه نفسی صنعی پیرمرد کاملا به خود می بیاید و از بیماریش هم اثری نمی ماند. از جای می خیزد و از می رفتن می کند و آن طبیبانی که برایش نفسی صنعی داده بودند از او مبلغی خیلی گران طلب می کنند. پیرمرد مثل من از چشمانش عینکش را گرفتند که خاموش می ایستد و شروع می کند به گریه کردن. سرد گریه می کند. دکتران فکر می کنند که بیچاره موسفید مبلغی گفتهشان را ندارد. کمی تسلی می دهند ولی چی علاج؟ شرطنامه بیمارخانه همین گونه است، باید سپرد. پیرمرد با دستانی لرزانش اشکانش را پاک می کند و با صدای لرزان و گریه آلود می گوید من نه برای آن گریه کردم که قدرت سپردن پول شما را ندارم، بلکه برای آن گریه کردم که من 90 سال رایگان نفس کشیدم ولی قیمت این نفس ها را ندانستم که این همه نفس هایی که من رایگان کشیده بودم چقدر ارزش دارد. من اونها را بیهوده صرف کردم، در کارهای بیهوده صرف کردم. از همین لحظه و ثانیه و دقیقه و نفس ها استفاده برده برای شما درود میگویم بیننده های عزیز، سلام میگویم و این صبح زیبای زندگی شما را به خیر و شادی میگویم. برنامه شمیم صبح است. صبح بخیر بیننده های عزیز.